ماه رمضان مانند یک مهمان است، مهمانی که اومده 30 روز و بعد از اون میره. پس مهماندار خوبی باشیم. هدف از روزه گرفتن و ماه رمضان رو باید بدانیم و در آخر ماه مبارک رمضان ما شب قدر رو داریم، دهه آخر ماه مبارک رمضان رو داریم که یکی از فرصت‌های بزرگ و استثنایی در زندگی انسان است که اگر انسان دعای انسان، نماز انسان در شب قدر که بهتر از 1000 ماه است و یک فرصت استثنایی است که اگر مورد قبول درگاه الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، فوز و فلاح و رستگاری و بهشت برین نصیب انسان می شود. ولو مدتی کوتاه، ولو 1 شب، ولو 3 شب، ولو 5 روز، 10 روز انسان سعی بکنه، ولو ساعاتی اعتکاف بنشینه. این سنتی است که متاسفانه امروز در بین امت اسلامی محجور قرار گرفته. شاید به ندرت کسی رو ببینید که در ماه رمضان اعتکاف میشینه. شاید هر کس بهانه خاص خودش رو داشته باشه، اما انسان میتونه در 1 سال، شما مثلا در هر جای اگر کارم بکنید حق دارید که در سالی حداقل 10 روز 15 روز تعطیل بگیرید. این حق قانونی شماست. 1 شب در 1 مسجدی، در 1 مرکز اسلامی، در گوشه خانه‌ای، در عبادتگاهی برید به اعتکاف بنشینید. این یک فرصت استثنایی است که انسان نفس خودش رو مراجعه بکنه.